امروز سیاست مسلمان در مرکز قبله مسلمان ها به عزت و به عفت میشه. دست نجس اسرائیل یهودی که شرمنده ترین قوم بشریت است که کل عمر در عناد و حسد و بر فوق طلبی تیر کردن، حتی دعوت به کسی نمیده. او مردم در کجا رسیده؟ چرا این ملت این مسلمان ها در هر جای قرار آرام است؟ اگر توته های گوشت اطفال سوریه در سیخ های امارت ها بند باقی میمانه، این دنیای کفر کجاست که داد از حقوق بشر میزد؟ نه ای مسلمان، به الله قسم امروزم که تو درک نکنی دشمنی تا نشناسی، این دشمنی اصلی دین نشناسی، به الله قسم ایمانم نمیبری. بفهم نکو خدا فریب نده.